در لیسه دولتی نویای وحش در سیمخانه‌های علایده برای آموزش کامپیوتر 42 عدد کامپیوتر وصل گردیده متخصصانی با تجربه به شاگردان نازکی‌های کامپیوتر را می‌آموزانند. در این دبستان با آموزش فن‌های دقیق اعتبار مخصوص داده آموزگاران نکته‌های پیام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را به مجلس عالی مملکت سرمشق کاری خود نمودند. ما معرفی‌ها را وادار می‌شود که نسبت فن‌های دقیق در همه مؤسسه‌ها بی‌طرف نباشیم. در حقیقت هم پیشنهاد شدن سال روان سال علم فروغ معرفت بار دیگر تمام معرفچیان را کنار نمیگذارد. بار دیگر وظیفه‌دار می‌شود که همه ما دست جمعانه نسبت این چیز مهنت کنیم که خوانندگان ما به جای رسند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 باشد وابسته به عملی گردانی نکته‌های پیام و برآوردن صفت تعلیم چاره و اندیشیده می شود. ما گفته‌های جناب عالی را سرمشق کاری خود کرده در مؤسسه خودمون الکج نقشه‌بندی کردیم، چاره‌بینی میکنیم. هر یک آموزگارانی که فن‌های دقیق ریاضی و دیگر فن‌ها را درس میدهد حرکت میکنیم که تعلیم تربیت را صفتاً بلند برداشته فرزندان خلق را تعلیم تربیتی. با اقدام ساکنان محل و صاحبکاران با ننگ و ناموس سال گذشته به بنیاد بینای دو آشیانه تعلیمی عبارت از 11 سیمخانه آغاز بخشیده بودند. دو آشیانه بینای تعلیمی قامت افراخت ولی با سبب نرسیدن مبلغ یک سال باز ساختمان به حال خود گذاشته شده است. از سببی که بیماری من در تمام دنیا کرونا ویروسی که شده است، از سبب همین که از دستگیری که پدر مادر مبلغی که از طرف فرزندان همین دهها در دولت روسیه روان میکردن از سبب بیماری مو اجرا نشده است. ما هم از سبب ناراضی حرکت داریم که با پدر مادر صاحب کار و صحبت هر روزه داریم که ما سیمخانه را ساخته و استفاده داده شود. وابسته به نرسیدن سیمخانه‌ها در مؤسسه تعلیمی رقم 16 ناحیه وحش 1200 طلبه در 3 بست تحصیل دارد. اگر پدر و مادران جوانمردانی با ننگ و ناموس محل اقدام پیش گرفته خود را جامعه عمل پوشانند مشکلات نرسیدن سیمخانه‌ها و در 3 بست تحصیل کردن طالب علمان در این بارگاه معرفت در سال تحصیلی 2021 2022 از بین برداشته می شود. شیرعلی سعید، شورا سعید و نماداری ارگاشیف، ناحیه وحش، اخبار.